روزگاری توی بعد از ظهر کسل کننده توی اتیوپی یه جوون چوپون دید که گوسفندها و بزهاش یه دفعه پر انرژی شدن و دارن بپر میکنن. وقتی دنبال این بزها گشت و دید اینها دارن از یه درخچه میوه های قرمز رنگش رو میخورن و فهمید که با خوردن این میوه ها پر انرژی شدن، دلیل اصلی این پر انرژی شدن و اون میوه های قرمز دونست. اسم اون جوون اتیوپیایی کالدی بود و همه این قصه ای که گفتم افسانه و تخیل. سلام، من محمد رضا فراهانی هستم و شما در میانه بحران کم آبی در آذر 1404 بیننده و شنونده قسمت دیگه ای از داستان گیاهان هستید. این قسمت قهوه. در مورد گیاه قهوه یا همون کافه آرابیکا داستان و افسانه زیاده. یعنی این قسمت سراغ گیاهی رفتیم که حول و حوشش پر از قصه است و این که کدوم درسته و غلط کار خیلی سختیه. اما همه مورخین و باستانشناسا روی این نکته متفقند که داستان اون کالدی خیلی از واقعیت دوره. ولی فکت درست اینه که قهوه از حدود 6000 سال پیش تو زندگی انسان خردمند بوده. همینجا داخل پرانتز بگم که قهوه هم پتانسیل اینو داشت که تو فصل اولم بیاد. ولی چون اسمش تو هیچ کتاب مقدسی نبود نتونستم هیچ جوره تو فصل اول بگنجونمش. اما بعد این اپیزود که قهوه باشه شامل چند تا قسمته. اول در مورد تاریخچه و انواعش میخوام بگم. بعد در مورد گیاهشناسی قهوه بگم و بگم چی باعث شده که این گیاه انقدر مهم بشه. سوم با هم در مورد فراوری قهوه و درجه بندی اون بگم. در آخرم در مورد اقتصادش میخوام بگم و جایگاهش در بین گیاهان دیگه و اهمیتش در ایران و جهان. برای دونستن تاریخ قهوه باید به چند هزار سال پیش سفر کنیم. جایی که انسان خردمند با خوششانسی از آخرین یخبندان تو دوره 4 تریاس جون سالم به در میبره و به هر زحمتی هست خودش رو میرسونه به حدود 15000 سال پیش. از اینجا به بعد چند تا اتفاق همزمان میفته. از حدود 12-13 هزار سال پیش گندم و جو و زیتون و همه اون گیاهایی که تو فصل اول گفتیم به دست بشر اهلی میشن، تو منطقه بین النهرین کاشت و برداشت میشن و شکل‌های اولیه کشاورزی تو اون ناحیه شکل میگیره. تو منطقه آفریقای مرکزی حدود 6000 سال پیش قهوه و ارزن اهلی میشن و این گیاه یعنی قهوه اولین بار تو اتیوپی کشت شده و به عنوان میوه مصرف میشده. این گیاه به دلیل داشتن مقدار زیادی کافئین خاصیت محرک بالایی داره و اگه به شکل تازه و خام هم مصرف بشه که دیگه هیچی نگم. همون چندین هزار سال قبل افراد مختلف برای مقاصد مختلفی قهوه میخوردن ولی همه به یه نتیجه میرسیدن: انرژی خیلی زیاد. جنگجوها برای بیشتر جنگیدن، نویسنده ها و دانشمندا برای بیشتر خوندن و نوشتن و موبدان معابد هم برای بیشتر دعا کردن و بعدها هر کسی که از قهوه برای بیشتر دعا کردن استفاده می‌کرده تکفیر می‌شده و کلاً قهوه میره تو ایندکس میوه‌های شیطانی طبقه بندی میشه. چرا؟ چون نمیدونستن دلیل این که این میوه انقدر انرژیزاست چیه. بعد از همه این داستانهای طولانی و عجیب و غریب میرسیم به اون دوره‌ای از تاریخ که حکومت بر مناطق اتیوپی و یمن و عربستان امروزی به دست عثمانی میفته و تا اون موقع دیگه نحوه مصرف قهوه هم تغییر کرده بود. یکی از مناطق کافا یا کفا بوده که تو اتیوپی قرار داشته و اونجا تو حدود قرن 15 میلادی قهوه رو خشک میکردن، تحت حرارت بو میدادن، آسیاب کرده و دم میکردن. قهوه آماده است. بفرمایید نوش جان.
قهوه‌ای که الان بهش میگیم قهوه ترک یا قهوه عربی در حدود 600 سال پیش از اولین شکل‌های مصرف قهوه در تاریخ بشر بوده. از حدود قرن 15 و 16 میلادی، یعنی در زمان عثمانی، به وسیله عثمانی قهوه اول به جهان اسلام و بعد به اروپا معرفی میشه. باز دوباره یه پرانتز اینجا باز کنم و بگم همزمان که قهوه داشت به عنوان یه نوشیدنی به دنیا معرفی میشد، عصر اکتشاف و پیدا کردن سرزمین‌های جدید هم بود و قهوه داشت همراه با فاتحان به سرزمین‌های جدید میرسید. از جمله سرزمین‌هایی که از قدیم مشتری قهوه بودن، همسایه قدیم عثمانی‌ها که همین ایران باشه بود. تاریخ دقیق مصرف قهوه تو ایران مشخص نیست، ولی چیزی که معلومه اینه که در دوران صفوی، یعنی همون قرن 16 و 17 میلادی، اوج مصرف و محبوبیت قهوه تو ایران بوده. اهل تصوف و صوفی ها برای شب زنده‌داری و دعای تا نیمه شب از قهوه کمک می‌گرفتن و از طرف دیگه قهوه خونه و فرهنگ قهوه خوری در قهوه خونه به اضافه همه مخلفات ریز و درشتش مال همون دورانه. مثلا دور هم نشستن مردا برای خوردن قهوه و نقالی و پرده‌خونی و خیلی کارهای دیگه که تهش میشد شکل اولیه همین شبکه اجتماعی که الان تو دست همه ماست. اما این فقط مختص ایران نبود. تو قرن 17 میلادی تو انگلستان قهوه‌خانه ها به ویژه در دوران بازگشت سلطنت رونق زیادی پیدا کرد. نقاشی از سال 1668 میلادی نشون میده که چطور قهوه‌خونه‌های لندن به کانون‌های پر رفت و آمد خبررسانی، گفتگو و تعامل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده بودند. قهوه تو طول قرن‌های 16 و 17 میلادی به تدریج در کشورهای مختلف اروپایی معرفی شد. تو بسیاری از منابع تاریخی گزارش‌هایی از تحریم یا تایید قهوه به عنوان نوشیدنی مذهبی، سیاسی یا دارویی ثبت شده. تا پایان قرن 17 میلادی قهوه جایگاه خودش رو به عنوان نوشیدنی جهانی و فرهنگی تثبیت کرده بود. تا پایان همین قرن تقریباً تمام قهوه جهان در استان یمن در جنوب عربستان تولید میشد. اما با افزایش محبوبیت این نوشیدنی کشت قهوه به سرعت گسترش پیدا کرده و به جزیره جاوه و بقیه جزایر مجمع الجزایر اندونزی راه خودشو پیدا کرد. تو ایران تو دوره‌های بعد از سلسله صفویه وضعیت اجتماعی ایران خیلی مغشوش و گسسته میشه. حتی تو دوره قاجار هم وضعیت مثل قبل نمیشه. کینه شاهان قاجار از صفویه از یه طرف و ورود یه مسافر شرقی به اسم چای از طرف دیگه باعث میشه تو قهوه خونه به جای قهوه چایی سرو بشه و کم کم قهوه محبوبیت و بازارش رو تو ایران از دست بده. البته شاهزاده‌های قاجاری اغلب به وسیله ابزاری به اسم قهوه قجری کشته می‌شدند، چون سمی که داخل قهوه ریخته می‌شد هم تو تلخی و هم تو سیاهی قهوه گم می‌شد و اینا هم دیدن اصلاً چه کاریه. بی خیال قهوه شدن رفت. حالا تو قسمت چایی براتون یه داستان جالبی دارم که فعلا لو نمیدم. قهوه تو قرن 18 به قاره آمریکا میرسه و کشت قهوه در جزایر هاوایی در سال 1825 آغاز میشه. اینجا زمانیه که برده‌ها مخصوصا تو قاره آمریکا نقش پررنگی تو تولید قهوه برای استعمارگرا داشتن. بازم اینو اینجا میگم تا جلوتر یه نکته مهم بگم. تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ماشین‌های صنعتی برشته کردن و آسیاب قهوه اختراع شدن. بسته‌بندی‌های خلا برای نگهداری پودر قهوه طراحی شدن و روش‌هایی برای جدا کردن کافئین از دونه‌های سبز قهوه ابداع شد. تو قرن 20 بیشترین تمرکز تولید قهوه تو نیمکره غربی و مخصوصاً برزیل بوده. بعد از 1950 تولید قهوه فوری به اوج میرسه که باعث میشه کشت دونه‌های ارزونتر روبوستا در آفریقا افزایش شدیدی پیدا کنه. در آغاز قرن 21 تمایل مصرف کنندگان به تازه بودن و سهولت در آماده سازی قهوه باعث شد تولید کنندگان برای پاسخ به این نیاز کپسول قهوه سازهای تک فنجانی را تولید کنند.
یعنی ظروف کوچک یک بار مصرف حاوی مقدار از پیش اندازه‌گیری شده ای از قهوه که به صورت کاملا درزبندی شده تازه نگهداری می شود. سادگی استفاده از این کپسول ها باعث محبوبیت گسترده اونها شد. هرچند تولید زباله پلاستیکی حاصل از مصرف اونها مورد انتقاد قرار گرفته. خب، جنس کافئا یا قهوه شامل حدود 125 گونه از گیاهان گلدار متعلق به تیره روبیاسه است که عمدتاً بومی نواحی گرمسیری آفریقا. از بین همه این گونه ها 2 گونه از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند چون منبع اصلی دونه قهوه به حساب میان. گونه های متعلق به جنس کافئا بوته های همیشه سبز یا درختچه های کوچیکن که معمولاً تو زیر اشکوب جنگل های گرمسیری رشد میکنن. برگ ها بیضی، مومی و به شکل متقابل روی ساقه قرار گرفته و معمولاً رگبرگ های برجسته دارند. خیلی از گونه ها دارای الگوی رشد مشخصی هستند، به این صورت که شاخه های اولیه به شکل افقی منشعب شده و بعد این الگو در شاخه های ثانویه و بعدی ها دائما تکرار میشه. گل ها کوچک، معطر، سفید یا صورتی هستند. معمولاً بعد از یک دوره خشکی شکفته میشن و فقط چند روز دوام دارن. میوه که به نام گیلاس قهوه یا کافی چری شناخته میشه شفتی تکدانه یا دودانه است و بسته به گونه هنگام رسیدن ممکنه به رنگ‌های قرمز، بنفش، زرد، نارنجی، آبی یا سیاه دیده بشه. دانه‌های قهوه در واقع بذرهای بیضی کشیده و کمی پهن شده درون این میوه ها هستند که هر کدوم سطحی تخت با شیاری در امتداد طولی دارند. 2 گونه از این جنس یعنی کافئا آرابیکا و کافئا کانفورا تقریباً تمام مصرف قهوه جهانی رو تامین میکنن. گونه آرابیکا دانه این پهن‌تر و کشیده‌تر تولید میکنه که پس از دم آوری در مقایسه با روبوستا که گونه اصلی کافئا کانفوراست ملایم‌تر، خوش‌طعم‌تر و معطرتر به شمار میاد. اگرچه عربیکا در مناطق گسترده تری کشت میشه، اما گیاهی حساستر و آسیب پذیرتر در برابر آفات و به اقلیم نیمه گرم سیری خنک نیاز داره. این گیاه حتما باید در ارتفاعات 600 تا 2000 متری از سطح دریا رشد کنه و به رطوبت بالا و میزان مشخصی از سایه نیاز داره. نواحی آمریکای جنوبی، شرق آفریقا، آسیا و شبه جزیره عربستان از مراکز اصلی تولید قهوه عربیکا در جهان هستند. گونه روبوستا دانه‌ای گردتر و برجسته تر داره و همونطور که میشه حدس زد پرتحمل‌تر و مقاوم‌تره و میتونه تو ارتفاعات پایین‌تر از 600 متر از سطح دریا هم رشد کنه. تولید قهوه روبوستا ارزون‌تره، 2 برابر کافئین بیشتری نسبت به عربیکا داره و معمولاً گزینه اصلی برندهای تجاری ارزون قیمت قهوه به حساب میاد. آفریقای غربی و مرکزی، جنوب شرق آسیا و برزیل تولید کننده های اصلی قهوه روبوستا هستند. این وسط 2 گونه دیگه هم هستن که نسبت به حدود 125 گونه دیگه از این جنس بیشتر تو دنیا کاربرد داره، ولی نسبت به عربیکا و روبوستا اصلا قابل مقایسه نیست. اونم به دلیل حساسیت‌های شدیدیه که به بیماری و شرایط آب و هوایی داره. یکی گونه کافئا لیبریکاست که یه چیزی بین عربیکا و روبوستاست و اون یکی هم اسم سختی داره، بهش میگن کافئا یوجنویدس یا اکسسلا و به قهوه وحشی هم معروفه. در مورد فراوری میوه های رسیده گیاه قهوه یا همون گیلاس قهوه، اگه یادتون باشه گفتم هر گیلاس معمولاً شامل 2 دانه قهوه است که به صورت صاف و چسبیده به هم قرار گرفتن.
حدود 5% از گیلاس‌ها فقط یه دونه دارن که به این قهوه‌های تک دونه پیبری میگن. پیبری‌ها معمولاً کوچکتر و متراکم‌تر هستن و بعضی از اونایی که خیلی این کارن و به قول خودمون ادعاشون میشه اعتقاد دارن که این مدل قهوه کمی شیرین‌تر و خوش‌طعم‌تره. قهوه نوشیدنیه که از دونه‌های بوداده و آسیاب شده گیاه همیشه سبز قهوه با منشأ آفریقایی تهیه میشه. صرف نظر از منشأ دقیق قهوه، اثر محرک اون بدون تردید سبب محبوبیتش شده. اما این اثر از کجا میاد؟ تو قسمت کراتون با هم مرور کردیم که گیاهان موادی تولید میکنن که تو شیمی عالی به اونها آلکالوئید میگن. مثلا همون کراتوم آلکالوئید مخصوص به خودش رو تولید میکرد که هم خاصیت محرک داشت و هم خاصیت مسکن. اما قبل از اینکه در مورد کافئین که آلکالوئید اصلی قهوه باشه صحبت کنیم، بریم یه گریز کوچیک تو دنیای شیمی، مخصوصا شیمی عالی بزنیم و برگردیم. آلکالوئیدها گروهی از ترکیبات عالی نیتروژندار طبیعی هستند که اثرات فیزیولوژیکی متنوع و مهم بر انسان و حیوان دارند. از جمله آلکالوئیدهای شناخته شده میتونیم به مورفین، کوینین، آفترین و نیکوتین اشاره کنیم. آلکالوئیدها عمدتاً در گیاهان، مخصوصاً در بعضی از تیره‌های گیاهان گلدار یافت میشن. در واقع تخمین زده میشه که حدود 1/4 گیاهان عالی آلکالوئید دارن که چند هزار نوع مختلف از اونها شناسایی شده. به طور کلی یک گونه گیاهی معمولاً فقط چند نوع آلکالوئید داره. البته همه گیاهان تیره خشخاشیان پاپاوراسه تصور میشه آلکالوئید داشته باشن و برای مثال خود گیاه خشخاش حدود 30 نوع مختلف خشخاش داره. تیره‌های دیگه ای از گیاهان هم هستن که آلکالوئیدهای مختلفی تو جنس و گونه‌های اونها پیدا شده، مثل رانونکولاسه، تیره گل شیپوری یا تیره شببو یا سولاناسه. وظیفه آلکالوئیدها تو گیاهان هنوز به طور کامل شناخته نشده. بعضی از دانشمندا پیشنهاد کردند که این مواد فقط محصولات زائد فرآیندهای متابولیک گیاهن، اما شواهد نشون میده که ممکنه وظایف بیولوژیکی خاصی هم داشته باشن. تو بعضی از گیاه‌ها غلظت آلکالوئیدها درست پیش از تشکیل بذر افزایش و پس از رسیدن بذر کاهش پیدا میکنه که نشون دهنده نقش احتمالی آلکالوئید تو این فراینده. بعضی از دانشمندان هم معتقدن این مواد نوعی محافظ در برابر تخریب حشرات هستش. اما یکی از معروفترین آلکالوئیدها کافئینه که قهوه منبع اصلی و طبیعی اونه. کافئین ترکیب عالی نیتروژندار از گروه آلکالوئیدهاست که در چای، ماته، دانه‌های کلاه و کاکائو پیدا میشه. کافئین خالص با اسم علمی تری متیل زانتین به شکل پودر سفید یا سوزن‌های ابریشمی وجود داره که تو آب داغ بسیار محلوله. این ماده بیبو و تلخه. در قهوه آسیاب شده مقدار کافئین بین 75 صدم تا 1.5% وزن متغیره و بنابراین یک فنجان متوسط قهوه حدود 100 میلی گرم کافئین داره. میزان کافئین در چای بسته به غلظت اون متفاوته، اما به طور متوسط حدود 40 میلی گرمه و در یک لیوان نوشابه گازدار کولا حدود 40 میلی گرم کافئین وجود داره. کافئین بر سیستم عصبی مرکزی، قلب، رگ‌های خونی و کلیه‌ها اثر تحریک کننده داره و به عنوان مدر ملایم عمل میکنه. اثرات مثبت کافئین در انسان شامل بهبود عملکرد حرکتی، کاهش خستگی، افزایش فعالیت حسی و هوشیاری بیشتره. این اثرات مثبت میتونه تا حدی علت گرایش بسیاری از بزرگسالان به مصرف قهوه یا سایر نوشیدنی‌های حاوی کافئین در وعده صبحگاهی رو
توضیح بده. اما از طرفی مصرف کافئین ممکنه باعث عصبانیت، اضطراب، بیقراری، سردرد و بیخوابی هم بشه. تا اواسط دهه 1980 قهوه و نوشابه‌های بدون کافئین به شکل گسترده در دسترس قرار گرفتند و به مصرف کننده ها امکان دادن میزان مصرف کافئین خودشون رو کنترل کنن. بریم یه هوایی بخوریم بیایم تا من در مورد درجه بندی قهوه براتون توضیح بدم. برای درجه بندی قهوه بعد از اینکه قهوه سبز پوستگیری و فراوری شد، آماده درجه بندی و فروش برای برشته سازی میشه. عمل درجه بندی و طبقه بندی قهوه به فروشنده و خریدار این اطمینان رو میده که از نظر مبدأ، ماهیت و کیفیت محصول معیارهای مشخصی برای قیمت گذاری وجود داره. هر کشور تولید کننده قهوه سیستم خاص خودش رو برای تعیین نوع و درجه داره که معمولا بر اساس یه سری عوامل ثابت مثل ارتفاع و منطقه کشت، واریته یا نژاد گیاه، روش فراوری، ظاهر و ابزار برشته سازی، اندازه و چگالی دانه ها تعیین میشه. با همه این داستانا هیچ سیستم و نظام واحدی برای درجه بندی دونه قهوه وجود نداره. مؤسسه‌های زیادی هستند که برای تولید قهوه مرغوب گواهی صادر می‌کنند. اما یکی از معروف‌ترین این گواهی‌ها گواهینامه اتحادیه جنگل بارانی یا رین فارست آلیانس که به تولید کننده هایی داده میشه که هم تو کارشون از شاخصهای ارگانیک کشاورزی پایدار بهره میبرن و هم حفاظت از تنوع زیستی رو تو اولویتاشون قرار میدن. اما یه اصطلاحی داریم ما به اسم قهوه بدون کافئین. اصطلاح قهوه بدون کافئین شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما باید توجه کنیم که خیلی ها هستن که عطر قهوه و نوشیدن قهوه و کلا دنیای قهوه رو دوست دارن، ولی به خاطر خاصیت تحریک کنندگی قهوه نمیتونن به راحتی از اون استفاده کنن. برای همین از قهوه بدون کافئین استفاده میکنن. از روش‌های اصلی حذف کافئین میتونیم به استفاده از حلال‌های شیمیایی، فیلتر کربنی، استخراج با دی اکسید کربن و استفاده از تریگلیسیریدها اشاره کنیم. در همه روش‌ها کافئین در مرحله دونه سبز و پیش از برشته شدن قهوه حذف میشه. با همه اینها در تمام فرایندهای بدون کافئین سازی قهوه مقداری تغییر یا ناخالصی تو ترکیب دونه ایجاد میشه و تو هیچ روشی 100% کافئین حذف نمیشه. گرفتن یه شات اسپرسوی با کیفیت از دونه قهوه بدون کافئین از سخت‌ترین چالش‌های این قهوه هاست. در مورد برشته سازی قهوه، ویژگی‌های عطری و چشایی قهوه تو دماهای بالایی که دونه‌ها در زمان برشته سازی تجربه می‌کنن شکل می‌گیره. دما به تدریج از حدود 180 تا 250 درجه سانتیگراد بالا میره و بسته به نوع برشته سازی از 7 تا 20 دقیقه ادامه پیدا میکنه. مهمترین نتیجه فرایند برشته سازی به وجود اومدن عطر ویژه قهوه است که محصول یه سری واکنش شیمیایی و زنجیره‌ای درون دونه است. برشته کردن بیش از حد دونه ترکیبات معطر و طعم فرار قهوه رو از بین میبره. برای همین دونه های روبوستا معمولاً بیش از حد برشته میشن تا تلخی طبیعیشون کم بشه. بعضی از قهوه ها به شکل دونه کامل عرضه میشن تا یا زمان خرید یا تو منزل آسیاب بشن. اما بخش عمده‌ای از قهوه بلافاصله پس از برشته سازی توسط تولید کننده آسیاب میشن. تو اغلب کارخونه‌های مدرن آسیاب کردن به کمک عبور دادن دونه‌ها از وسط مجموعه‌ای از غلتک‌های دونه‌دار با فاصله‌های تدریجی رو به کم شدن انجام میشه.
این غلتک ها اول دونه ها رو میشکنن، بعد تا اندازه مورد نظر خورد میکنن. مقدار ریز یا درشت بودن یا همون سایز قهوه آسیاب شده اهمیت زیادی داره. اگه قهوه خیلی درشت باشه، آب سریع عبور میکنه، طعم کافی استخراج نمیشه و اگرم خیلی ریز باشه، عبور آب کند میشه و ذرات ریز ته فنجون ته‌نشین میشه. یه بسته‌بندی خوب بسته‌بندیه که از تماس قهوه با هوا و رطوبت جلوگیری میکنه. مخصوصا قهوه آسیاب شده اگه بلافاصله تو ظرفای دربسته مناسب قرار نگیره، در عرض چند روز تمام کیفیت خودش رو از دست میده. هوای مرطوب باعث میشه ترکیبات چرب داخل دونه‌های قهوه اکسید بشه که نتیجهش میشه فاسد شدن و بوی موندگی و از بین رفتن قهوه. با پیشرفت تکنولوژی، مواد بسته‌بندی جدید مثل پلاستیک‌های از جنس پلی اتیلن یا ترکیبات آلومینیوم و سلولوز برای حفظ کیفیت قهوه استفاده میشن. اما بهترین روش بسته‌بندی در خلا یا در محیط گاز بی اثر در ظرف‌های کاملا نفوذناپذیره. تا اینجا هستیم حیفم اومد چند تا از روش‌های دماوری و استفاده از قهوه رو نگم. به شکل کلی برای استخراج طعم و عطر از قهوه دو روش گرم و سرد داریم و مقدار کافئین به دست اومده به نوع دونه و روش دماوری بستگی داره و تو هر روش متفاوته. به طور کلی هر فنجان قهوه فوری عربیکا حدود 70 میلی گرم کافئین داره، در حالی که یه وعده قهوه دم کرده روبوستا میتونه تا 200 میلی گرم کافئین داشته باشه. اولین روش و تقریباً ساده ترین روش خیسوندن و جوشوندنه. پودر قهوه رو تو آب داغ ریخته و معمولاً قبل از صاف کردن برای مدتی می جوشونن. تو روش پرکولاسیون آب توی ظرفی به جوش میاد، از طریق لوله‌ای به سبدی حاوی قهوه هدایت میشه. آب بعد از عبور از قهوه دوباره به ظرف اصلی برمیگرده و این چرخه تکرار میشه تا قهوه مورد نظر دم کرده به غلظت دلخواه برسه. در روش فیلتر یا چکه‌ای آب داغ خیلی آروم از قهوه عبور میکنه، تو ظرف دیگه ای جمع میشه اما دیگه دوباره به گردش در نمیاد. تو دستگاه اسپرسو ساز آب جوش تحت فشار از بین قهوه بسیار ریز آسیاب شده عبور داده میشه. دستگاه‌های قهوه ساز تک فنجانی هم از همین روش برای عبور دادن آب داغ از پودر قهوه استفاده میکنن. تو فرنچ پرس قهوه دم کشیده میشه. بعد از اینکه قهوه تو آب داغ دم کشید، با فشار دادن یه پیستون مجهز به توری تفاله ها به پایین رونده میشه و قهوه صاف شده در بالا باقی میمونه و میشه قهوه رو مستقیما از همون ظرف سرو کرد. و جالب اینه که بدونید بسیاری از دوستداران قهوه طعم قهوه فرنچ پرس رو از نظر غنا و عطر کمی پایین تر از اسپرسو میدونن. تو روش دم آوری در خلا یا وکیوم فشار بخار آب داغ رو به محفظه بالایی که پودر قهوه داخلش ریخته شده میرونه. وقتی ظرف از روی حرارت برداشته میشه، بخار آب در محفظه پایینی دوباره متراکم میشه و یه خلأ نسبی ایجاد میکنه. در نتیجه با افزایش فشار در محفظه، قهوه دم شده از راه لوله‌ای که یه فیلتر بالای اون قرار داره به محفظه پایین برمیگرده و آماده نوشیدن میشه. قهوه سرددم قهوه‌ایه که برخلاف همه اون چه تا الان گفتیم با آب سرد دم میکشه. چون دمای بالا برای تهیه قهوه ضرورت نداره، اگر کسی بتونه حدود 12 ساعت 12 ساعت صبر کنه، میتونه با روش استخراج سرد یا cold water extraction قهوه‌ای ملایم‌تر
و کم اسیدتر تهیه کنه. در این روش پودر قهوه در آب سرد خیسونده میشه و بعد از حدود 12 ساعت صاف میشه. محصول نوشیدنیه که با طعمی غلیظ اما نرم، بدون اسید و روغنای تلخ ناشی از روش‌های دماوری گرمه. یکی از خوبی‌های عصاره قهوه سرد اینه که تو یخچال تا 2 هفته ماندگاری داره و میشه تو آشپزی مثلا برای تهیه بستنی استفاده کرد. در مورد قهوه فوری هم بریم بیایم تا براتون توضیح بدم. خب در مورد قهوه فوری باید بگم که تو صنعت قهوه فوری معمولا با یکی از این دو روش انجام میشه: خشک کردن پاششی با استفاده از گاز داغ یا خشک کردن انجمادی. در نهایت مصرف قهوه با فواید و ریسک‌های مختلف سلامت مرتبطه. به طور کلی مصرف متوسط قهوه یعنی حدود 3 تا 4 فنجان در روز با کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، بیماری پارکینسون همراهه. تحقیقات هم نشون داده که مصرف متوسط قهوه ممکنه با طول عمر بیشتر ارتباط داشته باشه. اما مصرف بیش از حد قهوه میتونه باعث اختلالات خواب، اضطراب، احساس لرزش و سوزش معده همراه باشه. قبلا یعنی در قرن 20 ارتباط علت و معلولی بین مصرف قهوه و سرطان رو مطرح کرده بودن. اما تو سال 2016 سازمان جهانی بهداشت WHO قهوه رو از فهرست مواد سرطانزا حذف کرد. چون مطالعات متعدد نشون داد که مصرف قهوه ارتباط علت و معلولی با سرطان نداره و این از خوبیای علمه که همیشه در حال تغییره. در مورد کمربند قهوه و تصویری که در کنار من دارید میبینید باید بگم منطقه کشت قهوه که بین مدار رأس السرطان و مدار رأس الجدی قرار داره شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش بیشتر انواع قهوه در جهان رو داره. مهمترین عامل اقلیمی برای رشد قهوه دما و میزان بارش مناسبه. هیچ کدوم از گونه‌های قهوه نمیتونن دمای نزدیک به 0 درجه سانتیگراد رو تحمل کنن. دماهای بین 23 تا 28 درجه سانتیگراد مناسب ترین بازه برای رشد قهوه است. گونه عربیکا به بارش سالانه 1500 تا 2000 میلی لیتر نیاز داره و دوره خشکی 2 تا 3 ماهه برای اون لازمه. تو مناطقی که بارش سالانه کمتر از 1 متر باشه آبیاری ضروری میشه. دقت کنیم هیچ کدوم از شرایطی که برای زندگی قهوه گفته شد اصلاً تو ایران نمیشه بهش فکر کرد. برای همینه ما اصلاً نمیتونیم تو ایران گیاه زنده قهوه ببینیم. در مورد مزارع قهوه در زمینهای جنگلی پاکسازی شده برای کشت قهوه آفتابی یا در جنگل‌های تعدیل شده برای کشت قهوه سایه‌دار راه اندازی میشن. گیاهان جوان قهوه در ردیف‌هایی کاشته میشن و تراکم اونها بین 1200 تا 1800 گیاه در هر هکتار متغیره. نهال‌ها یا قلمه‌هایی که در گلخونه‌ها پرورش پیدا کردن در ابتدای فصل باران با دقت کاشته میشن تا زمانی که 3 تا 4 سال بعد شروع به میوه دهی کنن. مراقبت از اونها عمدتاً محدود به هرس برای ایجاد چارچوبی قوی و متوازن و تحریک میوه دهیه. بزرگترین تولید کننده های قهوه تو جهان دقیقاً طبق تصویری که توی کانال گذاشتم و به اسم کمربند قهوه معروفه کشور برزیله. برزیل هم بزرگترین تولید کننده و هم بزرگترین صادر کننده قهوه در جهانه. بعد از برزیل ویتنام رتبه دوم رو در تولید و صادرات داره. اما در مورد رتبه سوم یه اتفاق جالب افتاده.
و اون اینه که رتبه سوم تولید در دنیا به کلمبیا تعلق داره، اما رتبه سوم صادرات به سوئیس رسیده. همینطور رتبه چهارم تولید در دنیا مال اندونزیه، اما رتبه چهارم صادرات دنیا رو آلمان اشغال کرده. دلیلش هم اینه که این دوتا کشور علیرغم اینکه تولید کننده قهوه نیستن، ولی دستگاه‌های فراوری و بسته‌بندی خیلی پیشرفته‌ای دارن که باعث شده رتبهشون در سطح جهانی به این شدت بالا بره. خب این قسمت از داستان گیاهان هم تموم شد و خیلی خوشحال شدم که تونستم باز مهمان شما باشم. آدرس کانال و همه راه‌های ارتباطی با ما توی توضیحات هست و میتونید اونجا هم ما رو دنبال کنید. داستان گیاهان توی سایت هامی باش هم صفحه داره و اگر کسی خواست میتونه از اون طریق هم به ما کمک کنه. بیشک این قسمت ساخته نمیشد اگر کیانا صادقی تو نوشتن متن، صهیب دیانی تو قسمت تدوین و صدا، مهیار نظری تو قسمت فضای مجازی و نور و تصویر، ایمان ناصری تو قسمت فنی و کارگردانی و آریانا علیزاده تو تیتراژ پایانی و هنگ درام به من کمک نمی‌کردن. من هم محمد رضا فراهانی، گوینده و نویسنده داستان گیاهان. تا قسمت بعد که چاییمون دم بکشه، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.